عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در محله شیشه‌گران لاهیجان. امروز یک شنبه 27 خرداد ماه و ساعت حدود 8 غروب. محله شیشه‌گران لاهیجان از محله های گران و با کلاس محسوب میشه و فروشگاه ها و مراکز خرید، کافه ها و کافی شاپ ها و انواع فست فود ها یکی از ویژگی های منحصر به فرد بود. این محله به دورهای شبانه و قدم زدن شهرت داره. خیابونی که ما قراره در اون قدم بزنیم بهشتی نام داره که از مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران آغاز و تا نزدیکی استخر و بولوار مطهری که زیباترین خیابون لاهیجان هم محسوب میشه ادامه داره. بولوار مطهری در حاشیه استخره که در نهایت به آبشار شیطانکو ختم میشه. قبلا ولاگ رانندگی در خیابان شیشه‌گران، بازدید از مقبره کاشف السلطنه که موزه چای ایران در اون هست و همچنین رانندگی در بولوار مطهری رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. لاهیجان به عروس گیلان شهرت داره و در همسایگی شهرهای لنگرود، سیاهکل و آستانه اشرفیه قرار داره. فاصله این شهر مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 45 کیلومتره و جزء شهرهای شرق گیلان محسوب میشه. لاهیجان توریستی ترین و گرون ترین شهر استان گیلان هم محسوب میشه. گرونی از نظر اجاره ملک و مسکن و اون هم به خاطر مسافرانیه که سالانه به این شهر میان. از جاهای دیدنی این شهر میشه به شیطانکو، آبشار شیطانکو، تله کابین و شهر بازی بام سبز، استخر لاهیجان، تالاب سوستان، تالاب سوختگو، مزرعه اوها، بازارچه سنتی و محلی و بسیاری از جاهای دیگه اشاره کرد. لینک پلیلیست این شهر زیبا رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
زوری